میلاد بهادر نفوذ میکنه از کنار و توپی که توسط بچه‌های تیم شیان استیل میشه سمت چپ یک دقیقه عالی و دو امتیاز رو به زیبایی تمام. این پلنگ خوش نقش و نگار به ثبت میرسونه. خیلی خوب تا اینجا کار مهرزاد برسیده بازی کرد. مهرزاد در منطقه پین یک جامپ شوت، چه فلوتری، چقدر زیبایی اما به ثبت میرسونه این بازیکن جواد گنجیمی. رضا خود سادت میاد در وینگ راست یک پاس خوب به مهرزاد، چه پاسکاری میکنن بچه‌های تیم شیان. مهرزاد چه کرد با این پاس؟ یه لحظه بچه‌های تیم امتداد ایاپ زیبا که ناموفق کنار سری بچه‌های تیم شیان یک زدمه در پیش میگیرن ولی چه بازی 13 پیش به شور تیم شیانه. مهرزاد از منطقه پیش یک جامپ شوت بسیار خوب رو به ثمر خوشحال در شد کنه این بازیکن صادق میاد در نیمه چندی تیکو قرار میده. خوشیار به من چه اتوبانی شد یه لحظه اونجا قشنگ خالی در منطقه پنی که اقدام سمتیازی با پروتکل‌های بهداشتی میزنه. خیلی بازیکن خوب و موثری و یک حرکت بسیار انتحاری از مهرزاد انجام میشه. مهرزاد برزیده بسیار شوکه کرد برای دیدی کارافزیان خودش نفوذ میکنه یه پاس میده و پاس امتیازی ناموفقه. باراگا سیمونیان الان یه فیک